خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. خاتمه غیر چشم داشت این فصل. زندگی تاجیکان سمرقند و رابطه دوشنبه و سمرقند به همین منوال به تغییرات کلی تا آخر سالهای 80 عصر گذشته جریان داشت. البته در این میان مشکلی ها و پست و بلندی ها رخ می داد، اما راهبریت حزبی و دولتی مسکو راه نمی داد که منفعت ملی یک ملت از طرف ملت دیگر آشکارا تعرض یابد. در آن زمانها هیچ تاجیک سمرقند حتی به خیال نمی آورد که تقدیر در آینده نقش‌های برون می آورد که در تصور ما گنجایش داشته باشد. در آخر سال 80 در جامعه شوروی بادی خوش آزادی و آشکاراندیشی رخ داد. این واقعی تاریخی را با نام میخائیل گورباچوف مربوط می دانند. گورباچوف در اینجا تنها سبب بود، اما مسبب و عامل اساسی رفت واقعی تاریخ بود. آزادی بیان، افکار و به قول گورباچوف تفکر نو و آزادی حس و شناخت ملی نیز آورد. آنچه مردم کشورهای ملی SSSR شعور اصلی ملی را درک نمودند و دارای افتخاری ملی گشتند، در گذشته کمونیستی گناه سیاسی ملتگرایی و ملتچگی برجوازی قلمداد می گشت. باد مراد آزادی ملی تا سمرقند هم رسید. این را پیش از همه و بیش از همه مردم تاجیک احساس نمود. در بین ضیاعیان تاجیک جنبش ملی پیدا شد که به آن بی ترس و بیم و افتخار و سربلندی هر فرد تاجیک همراه می شد. یکی از ظهورات اولین افتخار ملی در شناسنامه ها برقرار نمودن ملیت شخصی تاجیک بود. در چایخانه و مؤسسه ها گروه های تشکیل شدند که شخصان خواهشمند را برای خط گرفته به اصلاح ملیت آنها کمک می نمودند. در نتیجه قسم زیاد اهالی مخصوصاً از ضیاعیان در شناسنامه ملیت خود را به تاجیک اصلاح نمود. ظهورات روشن و عاموی شعور تاجیکی در همایش عمومی شهری تاجیکان در استادیوم اسپارتاک نمایان گشت. در نمایش که تاجیکان ناحیه‌های جمهوری و حتی نمایندگان تاجیکان سمرقندی دوشنبه اشتراک نمودند، دعوت به اتحاد و رشد و کمالات مکتب و معارف تاجیکی ازبکستان صدا داد. این همه تدبیرات و ظهورات جنبش ملی خیلی آرام و بی تعرض به نفس ملی ازبکان جریان می گرفت. از این سبب و چنین بیداری ملی تاجیکان از طرف سران دولت ازبکستان خلل وارد نگردید. البته در به اصطلاح آرامی و خاموشی مقامات عالی جمهوری سایه نظارت مسکو نیز عامل مهم بود. در اول سال 90 عصر گذشته دولت شوروی سقوط کرد. جمهوری های ملی سابق پس همدیگر استقلالیت اعلان کردند. برابر استقلالیت دموکراسی نیز در ترتیب و تنظیم دولتداری جاری گردید. اما چنان که در کشورهای آزاد دموکراتی اروپا و امریکا واقع شده بود، در جمهوری‌های نوی مستقل حجت‌های زمینه‌دار درباره پرینسیپ‌های استقلال و دموکراسی معین و مشخص اعلان نگردید. از این سبب در استقلال بعضی جمهوری‌ها نقش اداره اونیتری و در دموکراسی بیشتر ظاهر پرستی بازدید گردید. بعد از اعلان استقلال ازبکستان و مقام دولتی گرفتن زبان ازبکی، پیش از همه تعرض به زبان تاجیکی و مکتب‌های تاجیکی ظاهر گشت. در سمرقند به هیچ تحلیل و بازپرسی رأی عموم مکتب‌های تاجیکی به زبان ازبکی گذرانیده شد.
از کوچه و مکتب‌ها و جایهای عاموی اعلان و نشانها به زبان تاجیکی ناپدید گردید. کار به جایی رسید که در جمع آمدهای رسمی حتی غیر رسمی به زبان تاجیکی برآمد کردن تاجیکان ممنوع گشت. شادروان رزاق غفاروف واقعی ناخوشی را، حتی گفتن میتوان ننگین را، نقل کرده بود. سال 1996 نویسندگان و دانشمندان سمرقند شب تجلیل نویسنده تاجیک بالتا آرتیقف را تشکیل می کنند. سخنرانی مجلس جشن را درباره حیات و ایجادیات نویسنده به ذمه غفاروف می گذارند. غفاروف قریب 1 ماه زحمت کشیده سخنرانی مفصل تهیه می کند. در عرفه محفل مأموریت اتفاق نویسندگان به غفاروف اعلان می کند که سخنرانیش را به زبان ازبکی ایراد کند. غفاروف که برای این کار هم فرصت و هم دانش زبان ازبکی نداشت، از سخنرانی دست می کشد. نهایت شخص دیگر به زبانی به اصطلاح دولتی ازبکی سخن جشنی ایراد می کند. دود از نهاد کس می براید که در شهر تاجیکان در محفل اهل علم و ادب تاجیک و درباره نویسنده تاجیک به زبان تاجیکی سخن کردن ممنوع باشد. محدودیت و تعرض نسبت به حقوق تاجیکان سمرقند تدریجاً به حس عداوت و خصومت پنهانی و آشکارا مبدل گشت. بعد از آنکه حکومت ازبکستان به بهانه پیشگیری نمودن ورود قوه‌های ضد دولتی گویا از تاجیکستان مرزهای خود را بست و ترتیب ویزا جاری نمود، تحقیر و پایمال حقوق تاجیکان باز بیشتر وسعت و شدت پیدا کرد. اکنون سمرقندیان برای زیارت قبرهای اجداد و نزدیکانشان، برای توی و سور و سوگ و ماتم خویشاوندان به ویزا آزاد رفت و آمد کرده نمی توانند. مقامات دولتی ازبکستان مرزها را مینه‌زار کردند و مردم ناآگاه به تصادف به این مینه‌ها برخورده از ترکش به هلاکت میرسند. شنیدم که حتی چند دیه تاجیک نشین کوهستان سری آسیا را به تهمت آنکه از قوه‌های ضد دولتی جانبداری کرده اند به زور و تعدی به دشت‌های خشک و بیگیاه مهاجر کرده اند. این در زمان واقع می شود که انسانیت ترقیخواه در سالهای حکمرانی استالین از وطن خود بدر شدن خلقهای قریم و قفقاز را محکوم می کند. در چنین شرایط پرمصیبت تاجیکان ازبکستان و خصوصا سمرقند بعضی دانشمندان از قوم به اصطلاح صاف تاجیک مردم همخون خود را عیبدار به بزدلی و ترسوگی می کنند که گویا خاک و ملت خود را حمایه کرده نتوانسته باشند. مردم تاجیک و ازبک از قدیم الایام در یک وطن، در یک سرزمین پهلو به پهلو زندگی کرده اند. تاریخ سندی ندارد که در بین خلقهای تاجیک و ازبک جنگهای خونین به وقوع پیوسته باشد. برعکس، جنگهای ننگاور میان خلقهای ترک نژاد بارها واقع شده است. جنگ فاجعه انگیز که شیبانی‌ها بر سر تیموریان آورده بودند صحیفه دهشت انگیزی تاریخ می باشد. در آینده برای جدایی انداختن بین تاجیکان و ازبکان در پیش تاریخ کی جوابگر می شده باشد؟ واقعه هایی که نقل شد رابطه های ادبی و فرهنگی سمرقند و دوشنبه را تماماً برباد داد. به جشن و معرکه های فرهنگی که در سمرقند برپا می گردد دانشمندان و ادیبان تاجیک دعوت نمی شوند. به جشن و همایش های علمی و ادبی ما دوستان و همکاران سمرقندی امان را دعوت می کنیم، لیکن آمدن آنها به سببهای گوناگون صورت نمی گیرد. ماه دکبر سال 1999 گلچهره سلیمانی و عبدالحمید صمدوف و این جانب به مناسبت جشن 100 سالگی پیرو سلیمانی به سمرقند و زیارت قبر شاعر سفر کردیم. نیت داشتیم که با اهل ادب سمرقند و دانشجویان فکلته تاجیکی دانشگاه ملاقات می‌کنیم، محفل‌های ادبی تشکیل می‌دهیم. ما را خوش قبول کردند، از مهمانخانه دولتی جای دادند.
دوستان و رفیقانی که آمدن ما را شنیده بودند به دیدار و صحبت‌های ما رسیدند، ولی نماینده اتفاق نویسندگان به 100 بهانه نگذاشت که ما با اهل علم و ادب تاجیک ملاقات کنیم، گویا ما مرض سپید داشته باشیم. حالا در سمرقند در دانشگاه فکلته قدیمی زبان و ادبیات تاجیک روزنامه ولایتی آواز تاجیک وجود دارد. بعضی فعالان مجموعه های شعر و حکایه و مقاله های تاجیکی را به سعی و کوشش زیاد به چاپ می رسانند. شنیدم که در دانشگاه بعضی فکلته های ریاضی و طبیعی گروه های تاجیکی دارند، اما همه این در محیط شدت مناسبت های سرد دولتی مثل گل و نهال های به نظر می رسند که از چمن و گلزارها جدا شده در تبک های خانگی نمو دارند. در این سالها رفت و آمدم به سمرقند کمتر شد، اما قطع نیافت. همه حادثات ناخوش در پیش نظری من می گذشت، ولی از اقدامهای ناسنجیده و نااندیشیده خودداری می کردم. به واقعه های سیاسی دخالت نمی کردم. در بیان عقیده و افکار خود تأنی می نمودم. حس می کردم که یک سخنی بیجا یا یک اقدام بی‌موقعی من که شهروند جمهوری دیگر هستم رفت واقعه ها را تندتر و وضع دوستانم را متشنج می تواند کرد. در واقع هم دخالت بعضی به اصطلاح پیشصفان نوی ملت که از دور یا در وقت سفرهایشان با بعضی چپروان تاجیک سمرقند همزبانی کرده زیادتر از آنها به مقامات دولتی ازبکستان به اصطلاح عقل می آموختند یا پیشنهادهایی به قول جسورانه می کردند، مناسبت‌های طرفین دو جمهوری را پرتشویش‌تر و موقع تاجیکان سمرقند حتی بیرون از سمرقند را سست نمود. من این را خوب حس می کردم، زیرا از سن جوانی دانشجویی در ردیا برای حقوق قسمت تاجیکان به اندازه امکان و عقل خود کار کرده با مواسا و تحمل و بردباری موقع برنامه‌های تاجیکی را توانستم که بیفزایم. اندیشه های خود را به اصطلاح پیشصفان نوبرآمد ملت گفته نمی توانستم، چون آنها مرا از شناخت ملی دور می دانستند. از این موضوع در وقت سفرهای سمرقند با رحیم جان مقیموف و عبدالمؤمن فتاحوف بسیار صحبت می کردیم. در دوشنبه دوستی همراز و همفکرم فاتح نیازی بود، چنان که در بالا ذکر شد. نیازی تجربه داری جهان دیده و من جوانی به عرصه زندگی با شعورانه اکنون قدم نهاده در تاشکند مختاریت تاجیکی خود را داشتیم. با مواسای و مدارا مناسبت‌های تاجیکان و ازبکان را در دایره امکان و فعالیت خود در حد اعتدال نگاه داشتیم و تا توانستیم موقع ملتمان را در به قول مختاریت خود مستحکم و مشتهر سازیم. در این مورد مناسب می خواهم به پاس دوست و برادرم شادروان فاتح نیازی 1914 1992 چند سطر خاطروی به رسم یاد بود ثبت نمایم. نیازی در سمرقند در گذر صوفی رازق متولد شده است. پدرش محمد امین تاجر و از شخصان معتبر شهر بود. وی با بسیار ضیاییان شهر آشنا و همنشین و هم صحبت و هم عقیده بود. بعد از انقلاب در اداره‌های مأموریت شهر در وظیفه‌های مسئول از جمله چند مدت در وزارت معارف ولایت اجرای وظیفه کرده است. نیازی به مدد و ترغیب پدر صاحب معلومات خوب شده مدتی در مطبوعات شهر کار می‌کرد و به زبان‌های تاجیکی و ازبکی شعر و حکایه و مقاله ها می‌نوشت. در اول سالهای 30 نیازی با گروهی کلان ادیب و روزنامه‌نگاران سمرقندی به استالین آباد آمد. از همان وقت تا آخر عمر زندگی و فعالیت وی با حیات سیاسی و فرهنگی تاجیکستان پیوست گشت.
در روزنامه‌های مرکزی خدمت می‌کرد و همزمان به فعالیت ادبی نیز مشغول بود. سال 1941 به طرز اختیاری به جبهه جنگ بزرگ وطنی رفت و در فرانت‌های بلاروسیا و استالینگراد در قسم‌های سیاسی و تبلیغاتی خدمت حربی را ادا می‌نمود. سال 1944 با امر اداره‌های حربی به تاشکند آمده در وظیفه دبیر بخش تاجیکی گزیت حربی فرونزویتس کار کرد. سال 1949 با دعوت باباجان غفوروف و میرزا ترسونزاده به دوشنبه آمد. اول سردبیر مجله شرق سرخ، دیرتر صدای شرق و بعد کاتب اتفاق نویسندگان تعیین گردید. در این وظیفه گفتن ممکن است تا آخر عمر با جانفشانی و صداقت کار کرد. دشواری‌های مشغولیت‌های مأموریت و گاه تنگی اقتصاد روزگار مانع نشدند که نیازی در کارهای ایجادی از ادیبان پرمحصول باشد. در این سالها از واقعه‌های جنگ بزرگ وطنی و اشتراک جنگاوران تاجیک در محاربه‌های ضد فاشیسم چند رمن و قصه و درامه ها نوشت. در ادبیات تاجیک اثرهای نیازی همچون سالنامه‌های جنگ بزرگ وطنی موقعی شایسته دارند. از روزی که نیازی را شناختم چنین تصوراتی دارم که وی با 3 خصلت خود زنده و پرنور بود. یکم، فعالیت ایجادی و همنفسی و همقدمی با جامعه. وقتی که وی در جوش الهام ایجادی بود، وقتی که برای جامعه سود و منفعت میرساند، او را شاد و خرم با چهره خندان و شکوفان و قدم‌های بردمی جوانانه می‌دیدید. خصلت دیگری مرغوب و دلکش نیازی صمیمیت و صداقت در دوستی و برادری بود. دوستان هم قلم و همکارش همیشه از غمخواری و توجهی صافدلانه وی برخوردار بودند. بجز این نیازی در جمهوری‌های شوروی دوستان و رفیقان بسیاری داشت که در معرکه‌های وی از راه‌های دور می آمدند و او را برادروار پاس می داشتند. چند سال آخر با نیازی ایام زمستان و پریدلکی نمی رفتیم. کارگران و خدمتگزاران این گوشه زیبا و به دلها نزدیک برابر شادی و سرور می کردند که فاتح ما آمده است، نیازی ما آمده است. در روزهای معین دوستانش از مسکو می آمدند. ورچنک، رسول غمزتوف، سلاوخین، کازلوفسکی، زاساخوف. گوشه خاموش پریدلکین طربخانه، خرابات مغان و خانه خمار رندان می شد. گل سری سبد محفل فاتح نیازی بود. نهایت خصلت سومی نیازی آن بود که وی اتفاق نویسندگان را دوست می داشت. اینجا خانه دومی وی بود. برای خانوادهش چقدر جانسوزی کند، به خانه دومش نیز به همان اندازه غمخواری و نگهبانی می کرد. سالهای آخر نیازی می خواست درباره سمرقند کتابی نویسد. به این مقصد او زود به سمرقند می رفت و هفته‌ها و ماه‌ها در آنجا می ماند. اقامت در حوله دادرزادگان هرچند بیملال بود، اما برای کارهای ایجادی نچندان مساعدت می کرد. دوستی هم سبق و ایام جوانیش شراف رشیدوف، راهبر بلندپایه ازبکستان، از نیت دوستش آگهی یافته به وی از بناهای نوساخت شهر خانه مأمور و موافق را تحفه نمود. نیازی در این خانه 1 ماه 2 ماه استقامت می کرد. به تألیف و تصنیف مشغول می شد. برای اثری آیندهش از ارخیف مواد ضروری جمع می کرد. در ساعتهای فراغت دوستانش را پذیرایی می نمود. به خانه آنها مهمان می شد. کارهایش خوب می رفت. ناگهان غیر چشم داشت مثل طوفانی بلا واقعه های مصیبتناک و فاجعه انگیز جمهوری ما سر زد. فاتح نیازی که همچون کمونیستی صادق و نویسنده پاک دل در راه رفاهیت و موفقیت های جمهوری از مبارزان جانفشان بود، واقعه های مدهش
علل خصوص به پایه‌های اقتصاد و فرهنگ حمله آوردن گروهی مخالفان را دیده سخت عصبی می شد. دلش چاک چاک و سینه‌اش پرخون می گشت. به بالای این همه بلا و وبا وضع این نابسامان تاجیکان سمرقند و مناسبت عداوت انگیزی مقامات ازبکیه او را سخت به اضطراب و هیجان می آورد. هر بار که از این حالات سخن می کرد اعضای بدنش لرزیده، در چشمانش اشک پیدا می شد. تابستان 1991 وی به سمرقند سفر کرد. نیت داشت که 1 ماه یا زیادتر آنجا بماند، شاید به نوشتن کتاب سمرقند شروع کند. به من نگفت که موضوع کتابش چیست، ولی پی می بردم که درباره سالهای اول انقلاب و حاکمیت شوروی از روزگار و کار ضیاعیان شهر رمن نوشتنی است. 2 هفته نگذشته از سفر باز آمد. بیگاه به من تلفن زد. آمدنش را مبارک گفتم. پرسیدم کارها چطور؟ سمرقند در چه حال است؟ گفت بیایید، گفتنی ها بسیار است. در صحبت یکه به یکه می گویم. من که روزی آینده رفتگاری بوستان سرا بودم، وعده کردم که پس از 2 روز باز می گردم و به صحبت وی خواهم شتافت. 1 سپتامبر بیگاهی آمدم. قریب خفتن تلفن شد. گمان کردم نیازی از روی وعده تلفن می کند. گوشک را گرفتم. کلینش با گریه های های می گوید که امروز صبح پدرمان ناگهان از سکته دل جا دادند. روز دیگر صبح به حولی نیازی رفتم. خیشان و خیشاوندان، پیوندان، همسایگان، نویسندگان و دانشمندان، هم یراقان و همسالان جمع آمده بودند. با اشکان 6 قطار، با دل گریان به خانه در آمدم. نیازی در حلقه نزدیکانش در بستر مرگ آرام خوابیده است. چشمها پوشیده و لبها خاموش. ابروان در هم گرفته، یا به نظرم چنین نمود. به وی می نگریستم. خاموش بود. صدای او را در گوش تنها من می شنیدم. گریه نکنید دوستان. من از زندگی خود با دل جمع و وجدان پاک می روم. حیات پرسبز و گلپوش ساختیم. اگر گلی در این بوستان از من به یادگار مانده باشد، من سرفرازم. اما من طاقت دیدن نداشتم که این گلزار و چمنم را به دست خود خراب و خارستان کنیم. من طاقت دیدن چنین منظره مدهش را نداشتم. از این سبب از جهان چشم پوشیدم و به ابدیت رخت سفر بستم. ولی من مثل همیشه نیکبین و نیکندیش هستم. باور دارم که این همه تندباد ناگهانی خاموش می شود. باز آفتاب نورپاشی خواهد کرد. باز آبهای مصفای چشمه و دریاها جاری خواهند شد و بوستان ما باز شکوفای و سبز و خرم می شود. شک نیست همین طور خواهد شد. من گاها به زیارت قبر نیازی می روم. پاره سنگ کوههای ما چون باری گران و پاسبان او را از گزند گیتی نگهداری می کند. و در زندگی باری گران حیات، باری گران نبردهای بنیادکاری و ایجادی، باری گران محاربه های شدید ضد فاشیسم، باری گران مبارزه های دنیای نو را برداشته توانست. از این باریگران شکایت نکرد، بلکه از تقدیر و نیروی به وی عطا شده راضی و شاکر بود. وی آسانی و خاموشی و آرامی را نمی جست. همیشه در جنبش، در حرکت، در جستجوی بود. فصل آخرین خاطرات خود را پیش از سخن واپسین به یاد دوست و برادری عزیزم فاتح نیازی اهدا می کنم.